توانم میزند در سینه خنجر، امان از روزگاران ستمگر. نگهبانی تو باد الله اکبر، مسافر بچه تنهای مادر. نگهبانی تو باد الله اکبر، مسافر بچه تنهای مادر. مادر گریه نکن گریه نکن بر رفتنی من، مسافری نصیب دیدنی من. مادر گریه نکن شکر خدا کن، با تقدیر خدا دادتنی من. شب روز شد و خواب ندارد مادره، بر آمدنم لحظه شمارد مادره. از دست مسافرش سری غم زده را، بر بالینی تنهایی گذارد مادره. از دست مسافرش سری غم زده را، بر بالینی تنهایی گذارد مادره. مادر گریه نکن بر رفتنی من، مسافری نصیب دیدنی من. مادر گریه نکن شکر خدا کن، با تقدیر خدا دادتنی من. السلام علیکم دوستان عزیزان بیننده ها تماشابینان عزیز، ماه شریف رمضان به همه شما مبارک باشد. امروز ما در این ماه شریف رمضان در خانواده شادروان وفا بابا مهمان هستیم. مادر خاندان کفایت خاله و نبیره عزیزشان مهربان بانو جشن زادروز دارد. از نام فرزند راهدورشان واحدکه ایگنایتی، از نام ماروخ سرایتی و کلیم پاشا ما اینایتی تبریک میگویم. لحظه های بهترین خاندان را همراه شما به هم میبینیم. با ما باشید. ما آغاز میکنیم. Tınmayan beydarım, boğuşak canım gelmedarım. Yalnızlığı nameli baharım. Bu benim anam, bu benim anam. Dunyolarni dunyo qilgan ona emasman, tinim bilmay mehnat qilgan ona emasman. Uzoq yo'llar yurib holdan torsada charchamadan bolam degan ona emasman. Assalomu alaykum modaroni aziz, xesh va taboron nazdikon. برای ما کفایت خواه لازم هستن حتی برایشان خرسک میزنه منه بزنه دیانی ما و البته نبیره شیرین مهربان بانو مهربان این طرف هسته. السلام علیکم کفایت خواه زادروز مبارک. روزی تولد را امروزه روزی شکرانتان را مبارک باد میگوییم. نبینید که انسان بسیار هم بهترین، انسان خاکسارترین، انسان زمینی هستید. در روز زادروزتان از طرف خداوند کریم فرشته و خاندانتان همچون تحفه آمده است که نامش مهربان بانو است. بگذار 120 ساله شوید. خانه جان عزیز، امروز شما را از راه فرزند راهدورتان، از نام واحدکه، از نام نگینایتی، از نام ماهروخ سرایتی، از نام کلین پاشا ماهینایتی، از نام نبیره های شیرین صدخن تبریک میگویم. ما قریب 5-6 روز باز همراهی واحدکه صحبت میکنیم
حسین جان برای بی من چقدر سخنگویی کم است. مادری من، مهربانی من، خدا رحمت کند وفا بابا را. بعد از گذشتن ددم برای من هم بی هم دده شده، برای فرزندان من سایبان سر آنها شدند. هزار رحمت. تا همین دم فقط مهنت حلال کردن، مهنت حلال کردن، مانا کلام کردن بودگشان با شکر. برای مادرم رسانید که شادلیکلرم سغمای کتر تنمگه، بالام دیگه کرب کلسه خانمگه، فرشتگه اخشر در من اصلده، فرشتلر اخشر منین آنمگه. داناlardan o'tadigan zehni bor, dunyolardan o'tadigan mehri bor. Aslida o'zgacha bir sehri bor, farishtalar o'xshar mening onamga. Xonadoni mana farishtash. Farishta میگویند که با چشم دیدن نمیشود در عالم، من در خاندانم میبینم که فرشته من مادرم هست. همیشه صحت سلامت باشید. کفایت خاله زاد روز مبارک، روز تولد را، امروز روز شکرانتان را برایتان مبارکباد میگویم و البته بار دیگر رو خاطر رسان میکنیم. خدا رحمت کند وفا بابا را که وایدکم که صحبت کردم گفتن برای من ارمان شده است، لیکن به سیمای مادرم رسانید. برای پدرم هم رحمت که محبت چنین پدری کردن، مانا چنین حلال کلام کردن و حلال خوی راندن و حلال پیشاندن. دعاlar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab, baxtga yetishimga o'zingiz sabab, rahmat sizga ota, rahmat onajon. Men sabab halovat bilmaganim siz, mening ertam uchun tinmaganim siz, har qachon yonimdan jilmaganim siz, rahmat sizga ota, rahmat onajon. Ana همین گفتنی های واحد افکن بود برای شما. خیلی خاله روزتان مبارک باشد. مهربان بانو دخترکی اعلی خان، دخترکی بهترین خاندان، خدا کند که کلان شود، به درد و غم دعاگوی، بگذار مکتب ها را با بهای اعلی ختم کرده سزاوار دانشکده های دولتی شود. از پیش همه آنها جان عزیزشان فخر کنند و با یک لباس سفید استگی چمیده گسیلش کنند. ما چند بار مهمان شدیم. یک شرگویک و بسیار مهربان و بسیار دانایک خاندان است. مهربان بانو با خواندنی ها بگذار همیشه موفق باشی. میگویند بخواهم آسمان ماند برایت، زمان گلفشان ماند برایت، بخواهم از همه پیر و جوان ها فقط رنگین کمان ماند برایت. زاد روز مبارک. و البته شاید خاله عزیزان فرزندان برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین مادام کتاب قرآن است پیشکش میکنیم و البته با قرصک های مهمانان. مرحبا. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonimni otgan, bir cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. و البته برای همه مادران ارزنده ترین تحفه این اعتبار است و بعد از آن گلدسته زیبا. مرحبا. گلدسته را تقدیم میکنیم پیش قدم های مادری عزیز. مرحبا. و مارخسارایتی با هدایتی یک جایه در اینجا فرزندان زر و زیور دارند. انگشترین طلا، گوشوارهای طلا برای مادر میگذارانیم. مرحمت. تا رو دراز کنید در دستی بچه ها. مرحمت. مبارک باشد. مرحمت نبیره ها.
سراول شیرینی مهربان بانو را اینش به فکرم. بعد از آن مادر را یک جای میبریم، از آن تناول میکنیم. مرحمت. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. مبارک باشه. البته اکنون شیرینی مادر رو نزدیکتر میبیاریم. یک جای همراهی مهربان بانو میبرند. مرحبا. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше. С днем рождения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. زادروز مبارک. مبارک باشد. و البته اکنون میخواستیم سخنها نیتهای نیک را شنویم و بعد از آن امروزه بزم را دوام کنیم. کنی خواهر کلانی بیا. مرحبا. زن اگر آتش نمیشد خام میماندیم ما، نارسیده باده در جام میماندیم ما. آتشی زن بود که ما سوختیم و ساختیم، ورنه چون سنگی سری اهرام میماندیم ما.
السلام علیکم خواهران مهربان، برندگان حسین جان و تشکیل کرده همین کارها. همه شما را با این روز زادروز خوش آمدید نوری دیده تاج سر میگویم. من از این فرصت استفاده برده از نام خودم، از نام اهل عائلم، از نام خواهران، خواهر دلسوز، خواهر مهربان، خواهر مهنت کشم را از صمیم دل تبریک و مبارکبادی ها می نمایم. الها عمرکای دراز بی‌دردی بی‌غمی بینی خواهر جان، همیشه در سر فرزندان، در سر واحد جانی که در مسافرت است، در سر نگینه مهرخزار همیشه ساق و سلامت باشی. الله با فاحل جان پسر اختیار ده همه اولیه ها سرور و سرکاش تو یکاهی کار نکنی. الها هم وقت روزکای نقدی تو آمده شین هم روزکای خستندیه بینید. واحد جان کارکاش نقش شود و پلکای مولا بیرد که به حج فیسونده حاجی آنه کرده بیارد. همه همون همین قدر روزکای خستنده باز بیم. باز یک روز دیگر زادروز مبارک. همه یک شما یکون خوش آمدید نوری دیده تاج سر. باز زادروز یک بار دیگر مبارک. رحمت مروسارایتی مرحمت. السلام علیکم مهمونای عزیز، خوش آمده به درگاه بی که ما مهمونکا خوش آمده بیم الهی 100 ساله شوند در بختر کنید ما ساق و سلامت کرده همه وقت شاد کنید الهی بیم حج به فرسونده ما هم نصیب کنه. باهینایتی مرحمت. بیم را صد بدره ساق سلامت کرده همه وقت. السلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی. به همه معلوم است که امروز روز زادروز خواهرم و روز زادروز فرزند من می باشد. من از این فرصت استفاده برده به فرزندم صحت سلامتی، عمری دراز، رزق فراز می طلبم. مکتب میانه را با بهای خوب و اعلی تمام کرده و انستیتوت های دلخواسته خودش داخل شود و الهی مکه ساق سلامت باشد، یا دکتر یا معلمه شود، کسب چخیر را که انتخاب کند به همون کسب داخل شود. خواهرم الهیم در بخت امین ها ساق سلامت باشند، 100 بدرآیند، الهیم 120 بدرآیند و بعد پیر شوند. الله وای جان در مسافرت ساق سلامت باشد و خواهر من را به حج فرستاند. خواهر من بعد باز همخیر نشسته هم همون ساق سلامت باشه. باز خوش آمده تا نوری دیده تاج سر فرزنده که من ساق سلامت باشه. السلام علیکم عزیز مهمانان، خوش آمده به درگاه آنا جانم را. آنا جانم را امروز تبریک میکنم، 100 بدرآیند. مهربان بده پایین نمیشن تو است مهربان کردن من مهربان آنا جان تبریک میکنم، 100 بدره. شرطم خوب شرم درست کو شرط خوب این شرط میدونست که معلمه مرحمت با یک شعرهای بهترین مرحمت. مهمانای عزیز همتون خوش آمدید. من اوسونم را اوسون خواهر برین مون سه کس، من کفایت جمیله کیلون از یوشی مهربون بودیم، یک دیگر را همه وقت خبر گرفته میستیم. الهیم کفایت 100 ساله شوند، حضور پسر دو دختر را بینن، حضور نیورهای را بینن، همه وقت همیشه روزهای نغز را بینن. الهیم السلام علیکم همدیاران مهمانان عزیز. من چه خیلی که گفته ما شاهدی آن هستیم. امروز ینگابلون چه خیلی که وزیر گفته ینگابلون این آدم برای ما خواهرم زادروز دارم تبریک و تهنیت ها میگویم و این آدم از آفتاب گرمی
از دوستان مهربانی میخواد. الهیم در سری فرزندان خود سرساله شوند. امروز چیز روز است که در روی روز ماه رمضان شریف عید بالای عید است. همه شما زنها را و آماده ایستاده عیدتان تبریک و تهنیت میکنم. الهیم همه شما هم با اهل و عائلتان تنگ سلامت باشه. باز این سال همه روز با یک بنا پروردگار. رحمت. سلام علیکم مهمانان عزیز. من دکانه عزیزم را با روز زادروزش تبریک و مبارکباد می نمایم. اولا صحت سلامتی می خواهم. در سر فرزنداش در سر نوریکاش ساق سلامت گرد. چی که نیتی داری نیتکت برست. هم یکاتون ساق سلامت باشه. اما اتون با روز 8 مارس اومایسگی تبریک و مبارکباد میکنم. هم یکاتون چی نیت هایی داره در دل خود همش جامعه عمل پوشد. ساق باش سلامت باش دگانه جان عزیزم. رحمت. مهمان از جیزخ مخلصی ما مرحبا. خیلی چیگو ینگملو جان الهیم 100 ساله شده. سرکی بچه یکاتون به ساق باشه سلامت باشه. الهیم بچه یکاتون هم ساق سلامت پیشکتون ببیه. چیگم با؟ مهربانه تبریک نمیکنم. او کجا من این بچه یک احمو سر ببینم. فقط نمیستم. اگر کامنت شده من اجازه نکرده. مالدیس همه با من حرف میکنم زمینی که من گفتم. فخر میکنم. ینگملو جان الهیم 100 ساله شده. رحمت. اکرم چخیلی که امروز ماه شریف رمضان من در اینجا افطاری دو زادروز آمدی ایدی زنان بانوان ایدی بین المللی مادران است و البته همه را به رقص تکلیف میکنیم. کفایت خاله زادروز مبارک. خدا خواهد در 120 سالگیتان آمده انم خیلی جوان و زیباست من تبریک کردن نصیب کند برای ما. مرحمت سرودهای شوق برای شمایان. زادروز مبارک.
برسه.
Adado
و سر کنه شب و سهر کنه غمی دنیا رو از سر بدر کنه غمی دنیا رو از سر بدر کنه بابا خوشیدم مثل مرده کوشیم دوی سیاه مثل مرده کوشیم دوی سیاه همه را سر کنه شب و سهر کنه غمی دنیا را از سر بدر کنه غمی دنیا را از سر بدر ماشاءالله як азизон кифоятхола ва меҳрубонбонуро дар рӯзи зодрӯз табрик кардаем. лаҳзаҳои хурсандии хонаводаро ҳамроҳи шумоён ба ҳам дидем. با ما باشد. با شبکه شهنام سلامت باشد.